امروز براتون این پیراشکی های گوشت دلبر و جذاب آوردم که بدون خمیر خیلی راحت میتونید درستش کنی. فوق العاده ترد و خوشمزه است. مطمئنم یک بار درستش کنی پای ثابت مهمونیاتون میشه. به نظرم ذخیرش کن تا سر فرصت درستش کنی. مرسی که برای حمایت از من لایک میکنی. یه پیاز نگینی خرد شده رو تفت میدیم. سبک که شد گوشت چق کرده یا مرغ ریز خرد شده رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. رنگ گوشت که عوض شد نمک و ادویه ها که نوشتم رو اضافه میکنیم. یکم تفت میدیم تا عطر ادویه بلند شه. قارچ اسلایس شده رو اضافه میکنیم، تفت میدیم. فلفل دلمه‌ای نگینی خرد شده و رب گوجه رو اضافه میکنیم، یکم تفت میدیم. اطراف نون تست رو برش میزنیم. به کمک وردنه نون تست رو کمی صاف و پهن میکنیم. بهتره نون تست تازه باشه که راحت پهن بشه. اگه خشک بود با کمی آب مرطوبش میکنیم. یه لایه از نون تست رو میذاریم روش پنیر و از مواد میانی میذاریم. یه لایه دیگه از نون تست رو روش قرار میدیم و با کاتر گرد یا لیوان به این شکل میبینید اطرافش رو جدا میکنیم. با دستمون دو لایه رو به هم فیکس میکنیم. تخم مرغ و نمک و فلفل رو هم میزنیم تا لختگی در بیاد. پیراشکی ها رو ابتدا به تخم مرغ آغشته میکنیم، بعد هم با پودر سوخاری کاور میکنیم. دستور پودر سوخاری نارنجی رنگ تو هایلایت هست و توی روغن داغ دو طرفش رو سرخ میکنیم. فوق العاده ترد و خوشمزه است. بچه ها عاشقشن. امیدوارم شما هم درست کنین و از خوردنش کنار عزیزانتون لذت ببرین. راحل خاوندی هستم. خوشحال میشم این آموزش رو برای حمایت از من لایک کنین و به دوستانتونم بفرستین.